قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق الله العظيم دروس سه آیات از آیات مبارکه سوره مبارکه انعام تلاوت بود و شاید با توجه به ضیق وقت مشکل بھی کہ آیات کامل تشریح کرنا ولی مختصری در رابطه با یہ آیات شما واجه خدمت عرض کنم. اصل چیزی که واجه فرمایش شده معمول در گذشته هم کلاس تفسیر هست و کلاس قرآن هست بعد از نماز جمعه به یکی واقعا برنامه زیبایی که هر هفته خدای بنده در جمع بیان و وقتی ربی کلام دریافت کنم پیام دریافت کنم. یہ کلام عزیزان یہ کلام در واقع نوره. الله تعالی وقت فرمایش کرده قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین. یہ کلام ہدایت بالخصوص برای اهل ایمان اهل تقوا. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ہدایت برای متقیان. یہ کلام موعظه ہے. یہ کلام وقت بزرگترین واعظ ہمیشہ توترین موعظه ہمیشہ و یہ کلام شفائے. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ای مردم موعظه از جانب رب آتا و شفای امراض سینه ها، امراض مثل مرض شرک، کفر، نفاق، حسد، بغض، تمام آلودگی هایی که در درون است علاوه از اینکه که امراض جسمانی هم هست، اصل امراض روحانی. یہ کلام هر کسی که درونی آئی خرابه در درس قرآن و پای قرآن نندی و قرآن دستوراتنا دستور العمل زندگی وقت قرار دن اشرفا پیدا و هدایت و رحمت و هدى و رحمت للمؤمنین. لذا همین انتظاری که هر وقتی که الله کلام درس گوشه بید و معنی بید ما چارد که کی اشری کی تفسیر کن کی تشریح کن اشرب چارد که کلام مال چیزاتی تنزیل من رب العالمین. رب العالمین کلام. لذا یہ کلام با جان و دل گوش کسی. شما بہترین ساعت بہترین لحظات همین ساعات و لحظات هستن که
دو زانو در خدمت قرآن. الله عز وجل به من و شما فهم قرآن، درک مطالب قرآن، عمل به قرآن و توفیق نشر قرآن نصیب کنید. تمام حقوق قرآن. لذا یہ سی آیه هستند که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمایش کردند که هر کسی تضمین کند، هر کسی که تضمین کند که یہ سی آیه سر عمل کند، من برای بهشت الله تضمین کنم. یہ سی آیه انتخاب کو، چون کل دین در همین سی آیه. الله عز و جل کلام عجیبی، گاهی یک آیه تمام خلاصه دین. لذا یکی از معجزات کلامی تمام ایمانیات، اعتقادات، احکام، اخلاق تمام در همین سی آیه بیان بود. لذا اگر همین سی آیه سر من و شما پایبند بیان و عامل بیان و وتی زندگی تطبیق دیم با یہ آیات برای مشمل نجات و موفقیت کافی. لذا به این دلیل فرمایش کو هر کسی یہ سی آیه سر عمل کن تو تضمین کن. و حضرت عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت داری، آپ فرمایش میں ہر کسی لوٹی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہر شدین وصیت ها بگندی، وصیت نامه واجه بگندی، همه سی آیه اخوانی و بیشتر سر عمل کرد. گویا برای کسانی که در حیات رسول الله صلی الله علیه وسلم و در زندگیان حضرت حضور داشتن، برای آمار رسول الله و تضمین کو و برای بعدیان حسب این روایت عبدالله بن مسعود رسول الله وصیت کو بعدی منتون برای ما وصیت کو که یہ آیه سر شما عمل کنید. و جالب کدن که در پایان هر سه آیه ذکر بوده وصیت خدا، ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون، ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون، ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون. رب شما را وصیت کرد. وصیت رب یعنی دستور تعبیدی، دستور مؤکد، دستور اکید. ایشان دستورات اکید پروردگار. در یہ سه آیه 10 چیز گوشه می‌دن که همین 10 چیز کل دین هست. در همین 10 چیز هم عقاید و ایمانیت هست، هم اعمال و عبادات هست، هم حقوق و معاشرت هست، هم اخلاق و اخلاقیات، هم معاملات، همه چیز در همین 10 چیز هست. لذا شاید ما یکی دو اتوانم تشریح کنم، نیاز به توضیح دارد. الله عز و جل با چی کلماتی ما را دعوت داد که ما گوشان وا کنیم، چمان پاچ کنیم، قلبا متوجه کنیم. الله شی قل تعالوا اتل ما حرم ربكم. ای محمد صلی الله علیه و سلم اعلام بفرما، بیشان گوش، تعالوا بیایید شما، اتل ما حرم ربكم، من تلاوت کنی، من رسول الله تلاوت کنی برای شما وانی ما حرم ربكم، آ چیزی که رب شما حرام کرده، بیایید من برای شما ایشان بوانی، ایشان تلاوت کنی تا ایشان شما دور بید. این محرمات الهیات. اولی چیز الا تشركوا به شیئا، شریک مگیرید به الله عز و جل، با الله شریک مگیرید، هیچ چیزی را شما شریک مگیرید، هیچ چیزی را با خدا شریک مگیرید. بزرگترین محرم، بزرگترین حرام شرک به خدای عز و جل. الله تمام ما را از شرک و از خرافات نجات. الله فرمایش کرده که به الله هیچ شیئی را، بعضی متاسفانه ایشان بد تفسیر کنند. این تفسیرهای غلط است. لا تشركوا به شيئا، شيء کو الله هیچ بت را شریک مکنه. شیء معنی علماء اسلام معنی بت نہیں، شیء عام هر چیزی را شامل بین. یک واژه را مندی تفسیر کرده، ترجمه کرده آیه را و بعدا ضبط کرده،
من بیای زنگ زدم من گفته توجه اشتباهی قل یا ایها الکافرون گوش ای کافران لا اعبد ما تعبدون من عبادت نکنی بتانی که شما عبادت کنی من گو حضرت در کجا ذکر بوده ما تعبدون ما آن هر چیزی که شما عبادت کنی چه فرشته عبادت کنی چه خورشید عبادت کنی تو ما عبادت کنی چه بت عبادت کنی چه انسان عبادت کنی چه نبی عبادت کنی چه ولی عبادت کنی چه قبر چه سنگ چه درخت ما یعنی عام علما نشتن ما دلالت بر عموم کن ما تعبدون بتانی که شما عبادت کنی غلط نیست یہ تفسیر بالرأی و مشرکین بت هم عبادتش نکرو بت نمادتند بت در واقع نمادتند از شخصیت هایی که آن به آن اعتقاد داشتند مثلا بت ابراهیم جورش کرد بت اسماعیل جورش کرد بت هبل که حابیل فرزند مقتول و شهید حضرت آدم جورش کرد یہ بتان در واقع نماد انسان های صالحین انبیاء که آوان مقدس فکران آوان در واقع به وسیله بتان ایشان قبله قرار اسلامت هدف شما بزرگ پس آوان بزرگ پرستند شخصیت پرستند انسان پرستند اما انسانان به شکل بت آوان نمادن و که جلوش است هیچ وقت آوان وقتی فرزند نامانا عبدالشجر نیست عبدالحجر نیست عبدالصنم نیست بنده بت بنده سنگ نه آن عبدالله عبدالعزا لات شخص و رجل کان یلط السویق یک شخص به گمان آن صالح انسانیت عزا یا شخصیت یا جنیه یا بازشان لذا آوان هدف همه شخصیت دارد اذا لا تشركوا به شيئا هیچ چیزی شیء شامل همه به بعض جا اللہ تعالی فرمایش کرد لا تشركوا به احدا یعنی هیچ فردی را لذا شیء شامل ذوی العقول غیر ذوی العقول شیء شامل سنگ شامل بت شامل خورشید شامل آتش شامل گاو شامل هر چی هست و انسان هایی که شامل مگر مسیحی هم چی مشرکند سیدنا عیسی عبادتش کو پیغمبر خدایی لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه اوان با الله عز وجل از سه معبود سومی دو تا دیگه عیسی و مادر عیسی یا عیسی و روح القدس مختلف نظرات داشت لذا لا تشركوا به هیچ چیزی را غیر از الله عبادت مکنی هیچ چیزی نه انسانی نه غیر انسانی بسیاری یاوان توجیه کنن که ما بالاخره خدای بندگان وسیله و قرار ده آوان فریاد زنن آوان هم همی کارش کو اهل مکه هم همی کارش کو آوان گوشتن که ایشان که ما عبادت کن ایشان وسیله هم نه ما را ایشان ما سفارش کنن ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ما ایشان عبادت نکنن مگر برایشی که ما را نزدیک کنن به الله نزدیک کنن منظور شمیشد که ما را به خدا واسط کنن ما را به خدا بچسبینن ما را به خدا برسینند اوان بذات عبادتش نکن پس اولین چیز عزیزان یه که ما با خدا هیچ کسی را شریک قرار نده نه در ذات خدا نه در صفات خدا ایشان اگر توضیح در خیلی طولانیه بی ولی من مختصر بعض صفات که در یہ زمانه که بعض بندگان نادان خدا بندگانی را با خدا شریک قرار دهند در صفات در ذات کسی شریک قرار نداده هیچ زمان همه ابو جهل و ابو لهب نگوشتن که دو خداوند یعنی دو خدا برابر هم هست اوان هم خدای واحد سالت بقیه در صفات شریک خدای سالت فقط زرتشتیان نشن که دو خدا معتقدن خدای خیر و خدای شر یزدان و اهرمن بالاخره ولی در طول تاریخ اهل شرک خدا را یکی دانتش بقیه در صفات شریک خدا دانتش صفت مثل چه صفتی؟ مثل نافع ہمارے کہ خدا نفع دن بشتا آوان ہم نفع دے ہمارے کہ خدا ضرر دن بشتا آوان ہم ضرر دے
الله گوشت و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یردک بخیر فلا راد لفضله. اگر الله عز وجل برای شما شر بیاری تو مصیبتی بیاری هیچ که نتوان هیچ کسی کاری نمی. اگر الله برای شما اراده خیری کرد هیچ کسی نتوان. امان گنا میں خدای نافع به ما نفع رسینا، به ما برکت دیا، به ما رزق دیا، به ما اولاد دیا، باعث خیر در زندگی ما بیا. اگر به آن بی توجه بیا، اگر برای آن نجر و خیرات ما دیا، به ما ضرر و آسیب رسید. لذا این همه چیزی که آوان هستن مروچی مردم همیشه رسید. یا مثلا صفت خدا علم غیبی، الله عز وجل شی غیر از من هیچ کسی غیب نزان، نه آیانی که در آسمان هست. ما گاهی فکر کنیم فرشتگان چون در عالم غیب همه چیز اطلاع دارن، نه فرشته هم اطلاع ندارن. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا الله. آیانی که در آسمان در زمین غیب نزان بجز الله. حتی به رسول الله صلی الله علیه و سلم الله شی که ابن حبیب تب اعلام که الله تعارف نداری، شکست نفسی نہیں برای رسول الله. رسول الله جایی که الله معرفیه کشی و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آده که باعث رحمت برای تمام عالمیان. اما در باب صفات الله، الله صراحتا شیمی حبیب تا اعلام کن قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. اے پیامبر تب کچھ کہ من برای نفس و مالک نفع و ضرر نام، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. اگر من محمد غیب زانتون من خیر از خیر برای وجه کنت. رسول الله غیب هم نزد. اگر غیب زانتین این همه صحابی تلف نبود، شخشت دشمن حمله نکو، حمزه شهید نبود، مصعب شهید نبود. رسول الله صلی الله علیه وسلم بهترین یاران 70 نفر در غزوه موتا به صورت نفاق منافقین گفتن که ما را تعلیم ده برد شهیدش تو. رسول الله ایشان شهید نبودن. آن حضرت صلی الله علیه وسلم اراده کن که برو در مسجد منافقین برو نماز خوانید. الله عزوجل شینات پیامبر خبر ندارید چه توطئه در کاره، چه برنامه ریزی. اگر غیب زانتید ایشان ازان تشخیص دا. آن حضرت قصد و اراده کرد که برو الله شی لا تقم فیه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. یہ مسجد تمہارو و قیام مکن ہما مسجد النبی یا از کنی که مسجد قبا، بعضی تفسیر کن مسجد النبی بعضی قبا آ مسجد او دا بر نماز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیب زانتی نشان بالاخره الله تذکر نده به هر حال این صفاتند که یہ صفاتند الله صفاتند. یا مثلا عبادت چه جانبی مثل رکوع، سجده، طواف. عبادت چه از بیت زبانی بی مثل ورد. اما حتی جائز نہیں ما نام رسول الله ورد کنن بجایشی که الله الله بشن، الله اکبر بشن، تصویر چلیک که محمد 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 جائز نہیں. فقط نام الله باید ورد کنن. یک واجهشی که مارا دستورش داتا ما پیر ناما ورد کنن تا من مشکلات کم به العیاذ بالله. ما چقدر بالاخره دورن از قرآن. عبادت مالی، نظر و نیاز، خیرات، مبریدین، یک از کنی لیوان شربت، یک نقل و نبات تقسیم کرده شکلات، این برای الله باید، برای رضای الله برای غیر الله باید. ایش عبادت آیه صاحبی. لذا شرک ایش و هر کسی که مرتکب شرکی الله نجات دار. الله شی انه من یشرک بالله، یہ واضح عیسی حضرت عیسی واضح ہو. انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه ومأواه النار. هر کسی به الله شریک گیر الله بر آیه جنت حرام کرده و جایگاه ای آتش. الله نجات. لذا عزیزان در باب توحید و در باب عبادت محکم بید و هر کاری که در آیه بوی شرک از آیه دوری آمیزش شرک
دوری کنید. در تمام حاجات و بلیات یک رب توار کنید، یک الله را صدا بجنید. در ابتلا باید، در آزمایش باید، در امتحان الهی باید پروا مکنید. پیش ایشی و آیی مره، پیش بسیاری از جادوگران که بسیاری انسان به طرف بیشتر کسانی که جادوگرند، ایشان بدون شرک و بدون استمداد از ارواح خبیثه و استمداد از جنات و شیاطین نتوانند که ایشان بالاخره جادو کنند و کاری کنند. حضرت شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه نوشته گفته که کسانی که دنبال مسائل جادو هستند و جادوگرند حتما دو کار جادوگر کنند. یکیش اینه که باید ناپاک بید و با ناپاک این چیزان جادو کنند. مثلا با خون نوشته کنند، با ادرار نوشته کنند، با ادرار بلا نسبت سگ، گربه ایشان نوشته کنند، هرچی که نوشته کنند. اصلا امکان نداری با پاکی یا خود ما باید در حالت جنابت و در حالت ناپاکی بیان گناه میں جادو اثر کن. اگر جنات و شیاطین و ارواح خبیثه فطرت همیشی که باید در جای گند و در جای ناپاک و افراد ناپاک به آن سرکار داشته و دومی شرطیش اینه که باید در جادو حتما شرک بی 15 نوع جادو فرمایش کن وجود دارید. حضرت شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه علم دنبال کرده در هیچ یکی نہیں که شرک وجود داشته نبید. عزیزان امتحان که از جانب الله یکی ماشین زیان نبی، یکی فرزند نریز نبی، یکی دیگر مشکل مواظب بید که اگر مال از دست داده ایمان از دست نده. در امتحانات الهی استقامت داشته به الله کمک کرد. یہ نکته اولت همین اندازشی کافی و دومین نکته و بالوالدین احسان، نسبت به والدین احسان کنید. در رأس حقوق الله توحید و یکتاپرستی و در رأس حقوق العباد خدمت والدین. من یک دو جمله در رابطه با خدمت والدین عرض کنیم، وقت تمام بوده که والدین واقعا الله تعالی زیاد توصیه کرد به حقوق والدین. هر جا بعد از حق حق والدین ذکر کرد. در سوره بقره دارن و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل الا تعبدوا الا الله وبالوالدین احسانا. از بنی اسرائیل همه پیمان گرفت الله غیر از الله کسی را عبادت مکنه و بعد از ای بالوالدین احسانا. در سوره بنی اسرائیل هست واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدین احسانا. الله عبادت کنید و با الله کسی را شریک مگیرید و نسبت به والدین احسان کنید. الله بهتر از رمز چی؟ بعضی از اهل تفسیر گفته یکی شاید از رموزش این که الله عزوجل سبب وجود ما، سبب حقیقی وجود ما، الله ما را خلق کرده. اما سبب وجود مجازی ما، سبب مجازی پدر و مادر آوان باعث بودن که ما متولد بشیم. لذا بعد از الله عزوجل به همین خاطر حق پدر و مادر و پدر و مادر دو نعمتند که انسان یہ نعمت اگر از دستم بعدا هیچ نعمتی با این نعمتم برابری نکرد. روچه واجه پدر تعزیه ماشتن همو در همین جمله این که والدین دو نعمتند که دو نعمت هم دینی هم دنیاوی تو زندگی نعمتند. چطور دنیاوی نعمت من اشترا اول عرض کنیم از این جهت که بهترین روزهای زندگی، زیباترین روزهای زندگی، پرخاطرترین و بهترین از نظر خاطرات زندگی همه روزهایی هستند که ما در کنار پدر و مادر زیر سایه پدر و مادر یعنی که یہ سایه از دست داتا ما خوب متوجه کرد. همین که ما ودا رفتن یک استکان چای وقتن یہ برای ما دنیا ارزش در کنار پدر و مادر همین که یہ سایه از دست داتا هم مزامت نشید. لذا پدر و مادر سائل شیر انسان وقتی که زندگی کن که بهترین نعمت
و نعمت دین هم هستن، به خاطر ایشی که الله عزوجل وتی رضا مربوط به رضای آوان هشتا، آوان خدمت عبادت گشتا، آوان پاده چیره و قدم چیره بهشت قرار داده. لذا پدر و مادر نسبت به پدر و مادر آئی که دارند احسان کنه، آئی که شخصش داتا هم به وسیله دعا و ایصال ثواب و صدقه احسان کنه. اگر خدا توانایی داتا هر سال یک قربانی برای وقت کشه، یکی برای پدر یا مادر بکش، این که احسان شهید قربانی خیلی بیشتر میسر احسان. اگر الله توفیق داتا همیشه در ماه رمضان افطاری ده و ثوابش به پدر و مادر ببخش. اگر الله توفیق داده در حوزه علمیه یک اتاقی جور کن برای طلاب، یک منبع آب شیرینی جور کن و اشرا ایصال ثواب کن برای پدر و مادر، یه اون خدمتی بعد از وفات. اگر یہ توفیق هم نداره، ہمارے کہ رب دستور داتا دعا کن رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، ای رب آدوین انسر رحم کن که همان چوبنی سر رحم کن و منا تربیتش کو، منا بخاطر من بیخوابتن و من وابتن آوان، منا آرامش کو، منی جا نرمت، منی جا گرمت، منی شکم سیرت آوان بالاخره بیقرارتن که من قرار دی. سبحان الله، چه عاطفه، چه شفقته الله عزوجل در قلب پدر و مادر اشتاق که زاد مریض بی آم مریض، زاد تپ بی آم تپ بی، زاد شاد آم شاد. و اینکه دعا کنه ما دست پدر و مادر برای وقت هم که دعا نکنه که برای وقتی فرزند و اولاد هم دعا کنه. لذا آئی که نعمت ندارند، من توصیه کنم که بزرگترین نیکی بعد از بقیه عبادات یهشیم که شما خنده بر لب پدر و مادر به هر قیمتی که بوده بیارید، با چه به وسیله هدیه جوانان من 6 ماه جا مسافره کرد، پدر و مادر در انتظارن که کدین فرزند شما بوده مستقیم وقتی بالاخره زن فرزند در پدر و مادر حتی یک زنگی نزم که من برگشتون ایشانی دا بیخوابت. اگر قدردان مستقیم بیا اول ایشان پاگوسی و دستبوسی و شما طرف دستخالی هم میا، اگر دیگه چیزی نہیں تا یک جرابی حتی اگر خریداری کن بیا که مادر بیدشی ازار شده مشهد همودا به فکر من بوده، چقدر دل خورسان داری، همین که دل خورسان داری برای که دنیای تی آخرت آبادی. لذا روزانه سعی کنی سر جنی، روزانه سعی کنی حضور پیدا کنی، روزانه با لحن با من صحبت کنی، با زبان خوشی با من صحبت کنی. اگر تقاضایی کنند، اگر حتی نتوانید هم چشم گوشید، قربان گوشید تا آوان دل خورسند بید. لذا سعی کنید که آوان دیم گیرید، سعی کنید که آوان شاد کنید، آوان دلان گل دارید. این بزرگترین نیکی برای شما، هیچ نیکی بالاتر شیشی هم نہیں برای شما. لذا و بالوالدین احسان، نسبت به پدر و مادر احسان کنید، نسبت به پدر و مادر آوان حقوق توجه کنید. و بعد چند حق دیگرن که انشاءالله ایشان در درس وانید 8 چیز دیگرن. الله عزوجل من شما را توفیق عمل دن، هم در باب حقوق الله هم در باب حقوق العباد. الله تعالی من شما را موفق کن. قولوا قولي هذا واستغفر الله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.